بعضیا میگن هندوستان یک کشور خیلی شلوغیه، ولی پشت از این شلوغی یک دنیای عجیبیه که باید اینجا زندگی کنیم تا بفهمیم. مثلا یکی از چیزا عجیبه که من خودم به این مدتی که به هندوستان زندگی کردم تجربه کردم اینه که اگر به یک لحظه هم شما سکوت و آرامش به این هندوستان پیدا کردیم، میگم خیرات بدین. خلاصه سر شما رو به درد نمیارم. امروز بعد از اینکه دخترها به مکتب رفتن، ما آماده شدم و خود نسیم جان برفتیم به بازار لاجپت نگر. خرید داشتیم که ولاگ خریداری رو به زودی به کانال یوتیوب خود میگذارم. و هندوستان عموما بازارهای از طرف دیگر به بعد شروع میشه و از طرف صبح خیلی دیر دکانا خوبا میکنم و همین چند دکانی که وا بود دیگه اون خریدا خورده نیمی که داشتیم اونا رو خرید کردیم و انجام دادیم. بعد از اون هم برفتیم داخل مارکت و داخل مارکت لاجپت نگرم که آدم بره دیگه به این زودی آدم نجات پیدا نمیکنه. کسایی که به هند آمدن و مخصوصا دیلی و بازار لاجپت نگر میفهمم که اشته بازار کلونیه، کمی هر چیزی که آدم خواسته باشه به بازار پیدا میشه. و من خودم که به دیلی زندگی میکنم هر دفعه که دق میام بازار لاجپت نگر. گاهی وقتا چیزی میخرم، گاهی وقتا نمیخرم، گاهی وقتا فقط سیل میکنم و گاهی وقتا یک چیزایی میخرم که وقتی میرم به خونه میگم چی باعث شد که این خریدم، ببینید این چی حیف پول و این 4 تا چوری خوش کردم که خیلی مقبول بود به نظرم. شما هم نظرات خود نوشته کنین به کامنت ها که مقبول هست یا نه. و این هم چون انگشتر بود، دستبند بود، یک چیز جدیدی بود که من دیدم خوش نکردم نخریدم دیگه. بیامدیم به خونه و به چاشت دخترها آمادگی گرفتم. میام از ولاگ امروز. اگر هنوز من نمیشناسین، من ماریا هستم و مدت 10 سال میشه که به دهلی هندوستان زندگی میکنم. بیشتر داخل پیج خو آشپزی میگذارم و بعضی وقتا هم ولاگ روزانه. حمایت شما به من یک دنیا ارزش داره، پس حتما پیج دنبال کنین تا این مسیر با انگیزه بیشتر در کنار هم ادامه بدیم.